درباره نانهای تقدیم. و میز از چوب عقاقیا بساز که درازیش 2 ذراع و فراخیش 1 ذراع و قدش 1.5 ذراع باشد و آن را با طلای خالص بپوشان و گرداگردش افسری طلا بساز و چارچوبه گرداگرد آن به اندازه 1 قبضه بساز و افسری طلا گرداگرد چارچوبه آن بساز و 4 حلقه طلا برای آن بساز و حلقه ها را بر 4 گوشه 4 پاچه آن برقرار نما. حلقه ها باید به بلندی چارچوبه موافق بوده، همچون خانه های دستک ها برای برداشتن میز خدمت کند و دستک ها را از چوب عقاقیا بساز و آنها را با طلا بپوشان و میز را به واسطه آنها خواهند برداشت و طبق های آن و قاشق های آن و تاس های آن و پیاله های آن را که هدیه ریختنی را به واسطه آنها میریزند بساز. آنها را از طلای خالص بساز و نان تقدیم را بر میز همیشه به حضور من بمان. درباره چراغدان طلا و چراغدان از طلای خالص بساز. بگذار چراغدان 1 لوح ساخته شود. پایه و شاخه های آن، قبه ها، غنچه ها و گل های آن باید از خود آن باشد و 6 شاخه باید از پهلوهای آن بیرون آید. 3 شاخه چراغدان از یک پهلویش و 3 شاخه چراغدان از پهلوی دیگرش. 3 قبه مانند گل بادام در یک شاخه با غنچه و گل و 3 قبه مانند گل بادام در شاخه دیگر با غنچه و گل. همچنین در 6 شاخه که از چراغدان بیرون می آید و در پایه چراغدان 4 قبه مانند گل بادام با غنچه ها و گل های آن و غنچه زیر 2 شاخه آن و غنچه زیر 2 شاخه آن و غنچه زیر 2 شاخه آن برای 6 شاخه که از چراغدان بیرون می آید. غنچه هایش و شاخه هایش باید از خود آن باشد. آن کلیتاً 1 لوح از طلای خالص باشد و 7 عدد برایش چراغ بساز و چراغهایش باید طور درگیرانیده شود که به طرف چراغ میانه روشنایی دهد و انبورها و مجبرهای آن از طلای خالص باشد. بگذار آن را با تمام این کالا از 1 کیکر طلای خالص بسازند و احتیاط نما که آنها را موافق نمونه‌ای که در کوه و تو نشان داده شد بسازید.